الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. امروز میخواهم در موضوع حجاب و عفت و پاکی زن مسلمان صحبت بکنم. در حقیقت یک زن مؤمنه مسلمه، یک موحده، چقدر زنی پاک است، چقدر زنی با عزت است و چقدر زن زیبا و صالحه و حفظ کننده آبروی خودش و اهل و خانواده اش و شوهرش است. الله سبحانه و تعالی این همه عزت و شرافت، این همه پاکی و صالحگی را تنها به زنی مسلمه و مؤمنه عطا فرموده است. غیر مسلمه، اون زنهایی که کافره هستند، مشرکه هستند، همه اشون بدبخت و گمراه و به فسق و فجور آمیخته شده و به فحشا دست زده هستند. فحشای اونها کشیدن حجاب است، نبودن شرم است، نبودن حیا و عزت است. بزرگترین فحشا برای زن این لباسش را از تنش بیرون کردن، بی‌حجابی و بی‌حیاگی است. پس خوشا برای شما ای خواهران عزیزم که امروز در این عالمی که همه ضد شما هست راه میگردید، در حالتی که ستر خود را به بر کرده اید، در حالتی که حجاب کامل دارید، در حالتی که نقاب بر رویتان دارید، در حالتی که بدن شما را کسی دیده نمیتواند. این عمل شما کافران را، مرتدان و منافقین و مشرکین را، طاغوتین و طاغوت پرست را به لرزه آورده است، به غضب آورده است. اونها میخواهند که شما اینچنین پاکیزه و پاکدامن نباشید. این کافران و مشرکین و مرتدین میخواهند که شما هم مثل اونها، مثل زنهای فاحشه اونها، مثل دختران بیرحی بد اخلاقی به حجاب اونها شما هم ناپاک باشید. اما شما اونها را انکار میکنید و الله شما را اختیار کرده است. شما دوستان اللهید. باید بدانیم که حجاب این امر الله است، امر رسول الله است. حجاب این دین است، حجاب این شریعت است. حجاب و ستر زن این توحید است، قائم کردن و عمل نمودن بر توحید است. حجاب و ستر زن این عزت و شرفمندی و ملت ابراهیم است. حجاب و ستر زن این حیا و شرف است و اطاعت به امر الله است. پس الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 31 و در سوره نور آیت 60 و اینچنین در سوره احزاب آیت 59 و در سوره احزاب آیت 53 بیان نموده است که حجاب این فرض است به هر یک زنی مسلمه. بارک الله فیکم. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب چی میگوید؟ آیت 59. آیت 59: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای نبی، یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم، بگو به زنهایت، به دخترهایت،
و به زنهای مؤمنها، به زنهای مؤمنین، به زنهای مؤمنه بگو که خودشان را به سرهایشان جلباب اندازند. یدنین علیهن من جلابیبهن، یعنی به بالای سرهایشان یک مخصوص متاعی را، چخیلی که امروز زنهای خواهرای مسلمان میبندند، رومال را، یک متاعی را به سرهایشان اندازند. سرهای خود، رویهای خود، قفس سینه خود، گردن خود را پنهان کنند. دستان خود را تا بندی دست و حتی تا نوگ انگوش، تا نوگ ناخون، پایهای خود را محکم بکنند. ذلك ادنى ان يعرفن، این برای اونها خیر است. فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم، یعنی زمانی که زن مسلمان این فرضیت را آورد، میگن این برای اون خوب است و اذیت و آزار را از زن مسلمان حجاب نابود میکند، خجالتی را نابود میکند و الله در حقیقت بخشنده و مهربان است. یعنی وقتی که انسان به حجاب میگردد، یعنی زن به حجاب میگردد، این در یک خجالت و اذیت بوده است. چرا که الله میگوید، چرا که الله میگوید وقتی که حجاب زنی مسلمان میکند یا یک زنی که دین را قبول کرده است حجاب میکند، از خجالت، از یک مشقت، از یک شرمندگی پاک میشود، بیرون میشود. از چشم ناپاکان، از چشم فسادکاران، از چشم دزدان و زناکاران، از چشم فاحشگان خودش را حفظ میکند. این جسمش را که حق شوهرش هست حفظ میکند، به شوهر خودش نگاه میدارد. و الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 30 گفت: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو به مؤمن زنها که چشمهای خودشان را نگه دارند، فرجهای خودشان را حفظ بکنند و از این زینتشان که مثلا روی هست و گردن است و دست است و پا هست، موی هست، به هیچ کسی این زینت خود را نشان ندهند. ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. این آیت را خاص ببینید که بر بالای سرهایشان یک متاعی را اندازند که سرهایشان، رویهایشان، گردن و قفس و سینه و این گریبانهایشان از مردان بیگانه پنهان باشد. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و زیباگی خودشان را، زینت خودشان را که این دست و پا و سر و روی هست و گردن است و قفس سینه است، به کسی نشان ندهند بجز برادرشان اگر باشد یا از جیانهایشان باشد که پسری خواهرشان یا پسری برادرشان باشد، یا که از غلامان باشد بمانند یعنی کنیزه ها باشد، یا که سبحان الله یک کودکایی که حالا به سن تمیز نرسیده باشد، یا انسان هایی که سخت پیر شده باشد و تازه به فرسودگی رفته باشد. در این حالت ها اگر بعضی یعنی بندی دستش کمی نماید، بندی پایش کمی نماید، یا که روش یا کمی از گردنش نماید، گفتن باکی ندارد. سبحان الله. پس این آیت هم دلالت میکند که فرض هست حجاب پوشیدن، ستر کردن فرض است. و البته زنهای صحابگان رضی الله عنهم و اولا تمام مادرمان زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که همشون مادر ما هستند، بعد از نازل شدن این آیت ها فهمیدند که پوشیدن ستر فرض است، پوشیدن حجاب فرض است، پوشیدن دست، پوشیدن پای فرض است. البته لباس های وسیع و یکرنگه، بی خوشبویی، شفاف نباشد، تنوگ نباشد، وسیع باشد و تنگ نباشد، جسم انسان را معین نکند، این همه موافق ستر پوشی و حجاب پوشی زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرمان رضی الله عنهم و زنان صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و به این حدیث های زیاد دلالت می کند. پس از این آیت ها فهمیدیم و از حیات زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادرمان فهمیدیم، از حیات زنهای صحابگان رضی الله عنهم فهمیدیم که در حقیقت حجاب فرض است، حجاب عفت است، حجاب حفظ است، حجاب حیات است. اما امروز میبینیم که یک عده که خودشان را مسلمان هم مینامند ضد حجاب برآمده اند و حجاب را
میگویند این مال بیگانه است، این لباس بیگانه است، نباید ملت مردم حجاب داشته باشد، همچنین دعوا دارند. بدانید که اینها به همین سخنشان اگر پیش از این مسلمان باشند مرتد و کافرند. هر کمیته دولتی که هر یک زنی که در بالای همین مسئله کار میبرد مشغول به کشیدن حجاب های مسلمان است، مشغول به ضد حجاب است، شب و روز کوشش میکند که حجاب نابود بشود، البته هر نمود این مسئول و امر کننده و قانون برارنده کافر است و مشرک است و مرتد است. بارک الله فیکم. چرا که این حجاب پوشیدن و سطر پوشیدن این لباس بیگانه نیست، این لباس اهل اسلام است، لباس مؤمنین است. بله این لباس برای مشرکین بیگانه است، برای مرتدین بیگانه است، برای این مشرکین و کافرین بیگانه است. این لباس مسلمان ها است. امروز میبینید که در هر یک منطقه از منطقه های تاجیکستان یک مرتد و یک کافری که الله لعنتش کند می آید و خواهر مسلمان را حجابش را میگیرد، داند که به غضب الله گرفتار خواهد شد، داند که به همین کارش مرتد است و کافر است. خواه زن باشد خواه مرد، خواه نماز خواند یا نخواند فرقی ندارد، حاجیه باشد مسلمه خودش را بگوید، نماز خواند روزه دارد اما حجاب را قبول نکند، ضد حجاب کار برد، مرتد است. بارک الله فیکم. برای همین ما میگیم که این حکومت های مرتدی هست، قانونش این قانونی مرتدی هست، قانونی کفری هست. ببینید بر ضمن این همه آشکارا باز بر ضد حجاب قانون برآورد، شب و روز خواهران مسلمان ما را اذیت میدهد. اما یک عده از فرقه باطل به مانند مدخلی ها، مرجعه ها باز طرفدار اونها میکند. الله این مدخلی، این مرجعه و این طاغوت پرست ها را نیز خوار و ذلیلشان میکند که حالا ایمان چیست، توحید چیست، کفر چیست، ردت چیست حالا نفهمیدند. پس بارک الله فیکم، باید بدانیم و برسانیم که هر کسی که مخالف حجاب است، مخالف یک قانون الله است، مخالف یک امر الله و یک نهی الله است، کسی نباشد این مرتد است و کافر است. احتیاج بشود که الله سبحانه و تعالی در این دنیا خوار و ذلیل و باذن الله سبحانه و تعالی به یک عقاب شدیدش گرفتار خواهد کرد و بعد از مرگش هم بی توبه به نزد الله رود، ابدالابد در جهنم خواهد سوخت. بارک الله فیکم، حیاکم الله، بیاکم.